چهارراهی صدارت شهر کابل است. تو طرفش جاده گوهرشاد بیگم میشه که میره طرف شیرپور شهر کابل و این طرفش میره طرف ملک اصغر، روبرویش میره طرف ده افغانان. ما هم تو آمدیم که صدارت دیدن بکنیم، ما تو سلو سلو بریم به طرف ملک اصغر شهر کابل. دوستان گرامی، دوستان عزیز، شاروالای کابل یگانه کار خوب، یگانه نیست، زیادتر کار خوب کردن، اما یک از اونا این بود که پیاده رو را دوباره تمامش از سر ساختن. پیاده روی را که میبینید تمام از اینها چند ماه قبل کنده شد، دوباره جور شد. در ضمن از اینا یعنی قطاره ها را ساخت که مردم دیگر سرک نرن. این قطاره ها شما در دور شهر برین دوستان عزیز وجود داره و میبینید نشانه و با خاطر از این ساخته شده که مردم دیگه بیرون از پیاده رو نرن. سلام و درود خدمت شما عزیزان، انشالله که خوب و سعادتمند باشین و زندگیتان با خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، این چهارراهی که میبینین، یک چهارراهی که میبینین کمره فیلم عکاسی نیست، عکاسی نیست، فیلم برداری است. خوب دوستان عزیز، انشالله خوب سعادتمند باشین. باشه براتون این بچه ها رو نشان بدم، اونو بچه یکا هستن. میگن بی یک عکس ما را بگی، کمره عکاسی نیست، فیلم برداری است. خوب دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشین و زندگیتان با خوبی و خوشی به پیش بره. دوستان عزیز، چهارراهی صدارت شهر کابل است. تو طرفش جاده گوهرشاد بیگم میشه که میره طرف شیرپور شهر کابل و این طرفش میره طرف ملک اصغر، روبرویش میره طرف ده افغانان. ما هم تو آمدیم که صدارت دیدن بکنیم، ما تو سلو سلو بریم به طرف ملک اصغر شهر کابل. دوستان گرامی، میگه همراه ما باشین ببینیم چی میشه و چی نمیشه. دوستان عزیز، پیشترم باشه یکا عکس ما را بگی. موضوعات کسی که باز بین هموطنای ما حساسیت برانگیز است، به این معنا که باز اگر او رو بیارید تصویر میگه که بچه ها را آورده، اگه نبیریشون باز میشه، بهتر است که از موضوعات بگذاریم. میگه خوشش خبر نگرده. خب به هر صورت دوستان نهایت گرامی، سلام تو با پیش بریم. این طرف کمره فروشی ها رو میبینید، یه مارکت کمره فروشی، هر چیزی که بخواین دوستان عزیز در بخش پیدا میشه. خصوصا این عکاسی رام پرکاش که این دیگه بیخی مشهور است و همگی را میشناسن. بزرگترین عکاسی شهر کابل بگوییم دیگه همین هست، پرودکشنش هم البته همچنان دیگه. این طرف دوستان زیادتر مطبوعه ها هست، ترجمه میکنن اسناد و از این کل چیزای مطبوعاتی دیگه. دوستان عزیز، همینجا از دار ترجمه رسمی است، مکسخانه است، مطبوعه است، چاپ دیجیتال است، لیزری است، چاپ روی گلاس است، کالا است، روی فرشی است و بسیار چیزا. هر کار بگوین چاپیشه امکان پذیر هست در همین بخش کابل. البته دوستا چهارراهی صدارت کباب ببینین، کباب کرده میره اما تو سه سیخه فقط، دو سیخه این خوراک همونه میشه. حتما رو پهلوی یا کنم قابلی میمونن، چیزی یا خوراک مکمل دیگه نمیشه دوستا. طرفم یه درقه جدی بود، یه چیزهایی میگفت. دوستان عزیز، شاروالای کابل یگانه کار خوب، یگانه نیست، زیادتر کار خوب کرده، اما یک از اونا این بود که پیاده رو را دوباره تمامش از سر ساختن. پیاده روی را که میبینید تمام از اینها چند ماه قبل کنده شد و دوباره جور شد. در ضمن از اینا یعنی قطاره ها را ساخت که مردم دیگر سرک نرن. این قطاره ها شما در دور شهر برین دوستان عزیز وجود داره و میبینید نشانه و با خاطر از این ساخته شده که مردم دیگه بیرون از پیاده رو نرن. یک کار بسیار خوب شده
اما باز یگان جای مشکل آن داره دوستان عزیز، که تا راه هم سر تا آخرش تو یک دست است. منظور از این که تا جای اساسی نباشه، تا یک جای گراژ مراژ چیز نباشه، بریدگی نداره اصلا. اینو شما مثلا اگه از این سرک بخواین این طرف بیاین، مجبور هستین که برین اون طرف از بغل سرک تا که با یک بریدگی برسین، پس از بریدگی داخل پیاده رو بیاین. اگرچند بریدگی های دیگه کم است، اما این مشکل در افغانان کابل دوستان دیدم بغل مسجد عبدالرحمن کم کم مشاهده میشه. او یک ذره یک مشکل است که وقتی میخواهیدم به طرف چهارراه فرهنگ دور بخوره، باز مجبور است بسیار یک جایی را پیاده بره تا بتونه دور بخوره یا کدو سوکه میایم. یک چیز دیگر دوستان عزیز که من دیدم میخوایم امرایتون به اشتراک بگذارم، یک دخترک بود از انار فروشا، کسایی که چه سن انار میفروشن، انارای ازی به زمین ریخته بود. چند وقت قبل دقیقا دوستان عزیز در همین تابستان همین کارا کم کم رواج پیدا کرد در بین از اینا. البته یکی دو سه نفر انار انداخت از یار درا که میرفت. خب بعد چون اینا غریب است، مردم هم دیگه احساس دارن دیگه، دلشان سوخت و به اینا کمک کردن و حتی هم پیسه چندین برابر انار جمع میشد. من خودم چندین جای شاهد بودم، حتی گفتنشم خوب نیست، خودم کمکش کردم، امرایش تقریبا نه تا کل پدنوسش. این کار بین از حال کم کم رواج شده. هر سو ببینی یک دانه از این حاله، ما بچه‌ش خودت دادیم که بزد چپا میکنن، دو تا بین یکی دیگه هستن. انارای مخربایی که دیگه جای چپا شده کس نخریده، یکیش میاره باز دیگهش میده باز پولوش میزنه، ایده دیگه میزنه یا میندازه خوره. قرار کرده دیگه اونجا میشینه تا مردم به این پول بتن دیگه. باز حالا مردم به این حساب هم پای بردن و حکومت را که سابق میکنن حالا نمیکنن. مردم ما فقط دمی دجان زدن خوش هستن، دمی دجان بزنن خلاص، دیگه برشان مهم نیست از کدام راه. او طرف دوستان عزیز وزارت معارف شهر کابل هست. آسمان کابل هم دیگه چند روز ابری هست. رو برای هم دوستان عزیز با آسانتر از دیگه. انشاءالله که ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله متعال پاک و بی نیاز می سپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان. Goitara agora por dois é uma